آنچه که در ترتیب مذکور گردآوری شده است همه موافق به طلبات شریعت اسلامی، مخصوصا طلبات مذهب حنفی است که اکثر کل مسلمانان کشور ما پیروی این مذهب هستند و چون یک طلبات به میان آمد در سالهای آخر که باید چون یک ترتیب به صفت یک راهنما، یک دستور برای مسلمانان کشور تهیه شود تا آنها توانند در دایره آن و با رعایت نمودن بندهای علاهیده آن مراسم های دفن عزاداری خود را برگزار نمایند. یعنی از نگاه شریعت درست نیست، ولی گریه کردن، پس گریه کردن، اشک ریختن، حتی پیغمبر خدا وقتی که فرزندش ابراهیم وفات کردند، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام اشک ریختن، یعنی اشک ریختن درست است، ولی کنترل کردن این خیلی کار مشکل است و شاید هیچ قانون و اگر جریمه هنگفت هم داشته باشد نتواند که پیش این راه این کارو